خونه گوا. چه کار میکنی به روز عید به خونه گوا؟ بیا خرجم میکنم گوی جام میکنم چه کار میکنم؟ یالا کو راست خر و گوی جمع کردنه میگو بسته کنه بگو بفرمایید عمل کنه. به من جوابم درس را به کمین بشی بفهمیدی؟ مردم روز عید میایم به عیدیمو بم درس را که رسیدم خود خوب نبم بالا دستای نه بیش که تو عیدی میدم قراره که دادم خودی اما تو میرین خرد میکنیم میریم به میله میریم به تخت سفر به چرخ فلک ها سوازی چرخ فلک؟ دل گردن تو با؟ گردنم ببنم شیریکی 50 از اون درس را خود خوب نبری دستای نه بیش که قراره که با تو عیدی میدم 50 سدی 10 20 نه من بیشا به میت اختلاط کرد نه من گفتم نه ایدی من بده که سوا ایدی به خود خرچ کنن دیگه انا روز اولی تیر شد ندادیم گفتم نه جو وابمون از مگمه داشته باشم نه چیز که ماما تو میایم و چکولات تو میایم و چما تو میایم دستان نبیش که به تو پول میلی میدم قدیما میتی بیدک نه من به من یاد داد نمیته وقت نمی رای چاری و همینه هم خود خوبه ندیمم روی دستای نه بیش کردی به تو ایدی گب خلاص به کمین بشی به کی؟ به کمین بشی خب من خواهد کشه ببرم میان درس رو میشینم اول به خونه کی بره؟ خونه همه تو گیلک جان شتن مامامه نه شتن عباس خیریته خیلی شکر جانجور ماما اول شما خوبه شکر زنده باشی سلامت باشین سکله شما نه چوی میکی نه بفرمایید چخه باشه سبه کن سگ ما بسته کنم برو چخه نه ماما نه سگ تازه آورده خوب برو سگ بسته کن گیلک هم روز بروز اصلا خورا دست میده دیوانیه دیگه نوشیار کنیه گیلک بابا چه دیکه گیلک گو بابا بریم میاد گیلک گیلک بابا چه کار میکنی دیگه ما رو اینجی بله چه کار میکنی دیگه خاطر ببردم به گرو خونه بفرمایید باشه که داخل کنی گیلک بریم داخل اگه میریم همون جی بگذاری زودی میریم جاولو مر به در میکنی اصلا نه یعنی من اگه میریم اغلب پیاله چای کنم بخورین دیگه چای شیرینیه خوب دیگه خب بیای بیا سکله بیا همه جا بگذار سکله همه جا بگذار سیه چی گپای ماما برادری سنی دیگه یاری بگم شکر زنده باشه دبز روزه رو بخوردی نه عباس همینجا برو بگو چپ کن برو خیلی موقع شتنی میده شریف مبارک ماما روزه و نماز قبول زنده باشین درسته شنین دیگه شکر فضل خدا
بخونه نمیره مور بخونه نمیره استاد کرده مور استاد کرده میره خب گپی نیم چیز ما امرو عید داریم ما عید داره دیگه ما قچی خب عیدی شما اومدم دیگه امرو 2 روز تیر شده هستی خب میگم ما بیام عیدی شما میفهمم شما ما مثلا اشته به بچه خو عیدی دادیم مثلا اشته چی به بچه خو عیدی دادیم خب بچه خیلی دادم عباس عدلی اشته مثلا تو بابا عیدی ما بده بله عیدی برداره ما اما تو اپیا خیلی نستیدی تو اپیا خیلی نستیدی نه پیار من گفتن که ندارم من مادر ما با من یاد داد خودی که جیر مادر ما گفتن هر کس که با میمون به سلام میایه خورد و کلون میایه چیز کتلستان رو بوش کنه و تو ایدی میده خب همی تو گو یک دهی بدیم ندارم من پول ناوردم خونه خود خوب تو نداری چی؟ من ناوردم اشته کن ناوردیم نه پول آیاد نبارا گیلک بیارم من نفهمیده که بیتا کارا یاد داری بدوی دست شما ما بوش کردم خود چرا فردون سال همی دست نمید فردون سال همی دست نمید کردی چی می؟ تشکر آور کنیم ماما چه کار میکنی؟ آور کنیم چه کار میکنی؟ اینه؟ چه ایتی میکنی گیلا؟ اول دیونه شدی؟ امرو ماما سفره هم خیلی سفره ند اصلا ما ننداختیم ما به قصه سفره هم نیم ما بیادم خونه خوار خوامدم خونه خواه شما کمدر مه؟ که خواه فرق دیدنه بکنم عقل کمال بخوری این چی دلیره که ما رو اینجا نگادیشتی؟ چی خاطر نگادیشتی اینجا؟ نیم ساعت بشه اینجا سر پاک استاده خب بازم شما ما این بد پالنسه کنیم نیه چی بیزی نیه چی دیگه بودی که اول میدادم برای تو دیگه یک ساعت بشه ما رو اینجا نگادیشتی خود کله گنده خوب خیر نبینی ماما نمیدارم نه خوش کماره کسی اینجا بیارده مثل زمان بقال بریم من اینجا بسته هر کس بیارد تستال بشکن نمیدم مردم مال به اگوشنگی 40 سنتی کج را میدم اگه چربی نبودید و اینجا رخصت میکنه که بره حمایت حمایت اشتنه بچه خاله من اشتنه خوبه اشتنه آنجا به خیریانته سلامت باشین شکر فضل خدا خوبم زنده باشین چه خبر؟ خیرار قراریه خیره شکر داری می‌نویسی؟ بله اشتنه زنده باشین خیریت تیر شدی دیروز ها خیریت تیر شده برای خوبه بله چون یک مونی میگفتم بذار خواه نشه گناه داره بدید خوب کاره کردی اشتنه شکر الحمدلله آسکت نپوشیدیم شما امرو گرم بود که من که هوا خب مثلا پولایی که من میریم و ما ایدی میدیم اینا رو به کجا میگذاریم؟ حالا گیلک پوله که ایدی بدیم تام یک گپا میزنی نه نه بابا پول با کجایه من مثلا یاد دارم دیدی پیاده آمدم من نصر سرک تا اینجا پیاده آمدم من مثلا یاد دارم چی یاد داری؟ ان ایتر نکن نه شما بستکین انگار کنی شما مرتکک کتیم من اینجگار بوش کردم مثلا انگار کنی شما چیزه شما با مادر خویشته مثلا ایدی میدین خدا واسه هر چی بود امی صبح بدادم برای ما دیگه حالا خلاص دیگه دست مادر را میریم بوس میکنیم دست جوغا را بوس میکنیم ایدی اونا برای ما میدن باز ما هم اگر چیزی بود برای از اونا ایدی میدن حالا که برای ما میگن تو حالی از ما کلونتای تو میگن ما ایدی بدیم الان شما مثلا فکر کنیم من مادر شمانم اشتباه من فکر کنیم مادر شمانم اشتباه به ایدی میدیم تو میگن به ایدی بدی دیگه نه دیگه حالا نام خدا که شده ما ایدی و مادر خو مگر ما بدیم مرغ شما هم دیره شد چکی خود چکار میکنیم؟ بریم میکنه بریم بله بریم میکنه یا الله بگو جلوشو پولا خود بکدو بر میگذاره پول ندارم پولام خلاص هم بیا کیسه هم بکن ایدی ما هم میفهم چیه؟ چیه؟ من فقط امرو به سرایم که سگ بیاوردین که
این نو آوردن کیل ما اینو جگاه جمع کن. حالا به عیدی تو آمدیم اوستانه نگو بریم ما. گردن من بند باشه اگه از ما یک برابر یک مرغ باشه. سرانی در خونه شیرینی هم گفت. ما به شیرین خورده که نمودیم گیلک آمده یک خبری بگیریم عیدی بکنیم دیگه خدا. و هن انگار کنیم میدی. هیچی دیگه. حالا در خونه قلفه. قلفه گردن من بعد ننه من رفته بسیار چرا همسایه من پخته میکنه. پای موتور هست که نه 200 تا موتور تاسه را. کدوم موتور؟ اونا. اونا چیزه. خب ما کال اینجا میفهمیم که سکل سازی واقع ده. گردن من باشه سکل. جای سکل سازی واقع ده. تا محله که همه میفهم مردم به میله میرن به عیدی میرن. اینا مرتکب به کجی گناه کجی رنگ کجی با گوشت اینا بیاورد اینجا بگذاشته که شما بیارم متاز دکون تیار کنه اون سیاه خودم مرتکب بیاورد اون نگاه کنه. اگه عیدی به طول اون در خونه میوه میشه قلفی و تام خود میوه پولی که به ما بدین کلی بلدم کلی بلد زیر بالش تمونه بیا برو برات که خب برو کوکو بیا کجا ابرات کلی تو خور فقط ما تیر از این خونه شما عیدی شما کجیه کلا فندقی کجیه کلگا که تو بوز کلا بخواب چه بابا ما نمی مرغان بگو بروز منو میزده میگم مرگم بابا من نوکر پیار تونم یا نوکر پیار خو نوکر پیار خو خب پیار ما و تو که یکیه خب خیلی بینی دیگه نوکر پیار خو باوسی بفرماییم چه حال داشتیم جختنه کجی گردنم بند باشه دستای دگول دارم بوس کردم دگول که از اینجا رخصت شد برم اماما خو از عباس بوس کردم هر دو نفر گفتم پول ندارم یکی صاحب یعنی 5 روپیه هم ندادم 5 هم ندادم گردنم بند باشه 1 روپیه کجی دارم باشه اینا نمیشه یک راه حله باید چیز کنی سیکو پس یکی اگه بیامو در چیز کنیم نمیشه بگیم خوشیم کلتور بیرو کنیم یک شکله یعنی کسی رو بجونی کسی رو یعنی بجونی خدا بفرما پستاتون میکنه نمیدن مامام و قومام و بچه خالام که همه بالو گدایه فقط اینا رو سیل آورده تو هم برار مردونا گداتا خب بقدر بهم خونه بیام بشینم با رد از این بود من سر سفره نو که بگو تو گدا صفت بهم دست رای خانه رد من بگرفتی که ندادی بابا این مرغ مار نمیگذاره علی با اختلاط فقط این بیکاره چوب کده که 5 دقیقه مار بگذار همین مشکل محل شه برو شیردینی ورده شیر که به دهنه که چوب میکنه ما میرم دست رو که من میشین ملکم که ما بیاید اب تا کچه دستان نمیشکن نه تا کچه بیش نکن بیام باش که بیایم خوبه من میرم خونه من دست رو شیشته بلکن بیا قوم خشام و بیان دیگه سلام انده نباشه ماما جان باشه ماما جان خوبه زنده باشه ما این بیان دستا شما رو بوس کن و روزی دیه نه ماما جان زنده باشی خیر بینی خیر بینیم سلامت باشی سلام علیکم اما دین اومدو مونده نباشی میده شما مبارک باشه ایده شما مبارک باشه ما این بیایم دستاشو بر بوس کنم و اینجا روزی دیه ایده میکنه زنده باشی ماما میفهم که شما خیری نیه گیلک جان ما میرم کار امری باشه بله ما میریم کار نداری گیلک جان خدا حافظ دیگه کار خدمته خاکی که من گپی نیه های های گیلک خدا حافظ خدا حافظ گیلک
آخ جان، آنه بچه خالم بیامدن، حالا دیگه پول میده. به به گیلک جان. به. سلام علیکم. سلام. جانجا رشته به خیلی سلامتی. عید شریف مبارک. زنده باشی، سلامت باشی. روزه و نماز قبول. خوبه، درسته، خیر بینیم، خداوند قبول کنه. امونایی که بخوردی هم قبول باشه. ما هر روز روزه داشتم تا خفتن. ها چی گپایه؟ قرار قراری یار هستی؟ چنه نگه شکر. آسکتی نپوشیدین جمپره بخو گرمه دگال هوا. خاطر ما گفتن که چیز شما میشه مردم خیلی مایه. من طور خیلی مایه. مرتکه که هرات تیر میشیته میگیرم ایتا دست کل بالا میکنم. امی یک 10 دقیقه پیشتر مرتکه که تیر شد من اینجا شیشتی بیدم و باسکیل دیدم بستادک. بیا ماما جو دیدم رو مربوز که بگیری پینجه را بخو خرج کن. ما گفتم ماما بعد نمایم، من جوانیم، من پول نمایم. من گفت نی ماما جو روزی دیه ما با تو پول ندم کی میده؟ ما گفتم راست میگه ماما، شاید بدیم خیر بینیم. انیته حالت هم به در سرا به خاطر چی شیشته بودی؟ میمونا چیشه میمونا رو بگیرم تشکری کنم. یعنی ایتا که بگفتی که من با تو عیدی بودم ها؟ گفتی میگه نه نداریم باشه. یعنی واقعا گیلک من امی رقم تو رو یاد داشتم کورتکی ایت چیش میکشیدم که ایت چه هر کی بیای عقاب میخیش گدا و گدول میام دست بوس میکردم. پوش خورم پاک کنیم. صحیحه. خوش کاله با تو عیدی بودم. بسته دیگه دایی بسته. این دایی مثل که سگ دیونه گرفته باشه ایده میتونه این شاید نچله. طلب کنه این بدیم خیر بینی ما این ببرم پرتایدم یک گوشی دیواله. گیلک امو هم میچله امو هم هست نمیچله گردن ما بند نمیچله. بله بخونه بره. دیگه بله خالمه بخونه یا؟ کی؟ خالمه. نه بزرگ سر نون پخته میکنم. بروز اید نون پخته؟ ما نون نداره. بیا برو سگو سگ بسیشی. شما نیه سگ بسته سگ بگه خونه شما بریم همی دل بلا دیوال کنم که گناه داره. صحیح. کجیر به کجاه؟ کی؟ کجیر به خونه رستجا کنه. کجیر! یا الله. بیا بابت بده ریکا. یا الله. بله بچه خاله دل جمع به خونه و دل بلا دیوال کنم که گناه داره. من مثل تو 10 تا فیلم میکنم. من به چه فیلمم؟